سلام سلام كمسك الختام. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. بعد از آنی که انسان به حاجتخانه در آمده قضای حاجت کرده با آب مخرج پیش و پشت خود را شسته می براید که این را استنجا می نامند، با دل نیت کرده طهارت را آغاز می کند. نیت کردم طهارت سازم تا نماز بر من روا گردد گفته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم را به زبان رانده دستان خود را تا بند دست 3 مراتبه می شوید. بعد از آن 3 مراتبه با دست راست به دهان آب گرفته غرغره کرده همین طور دهان را می شوید. بعد از آن 3 مراتبه با دست راست به بینی آب گرفته و با دست چپ بینی را می افشاند. بعد از آن روی را 3 مراتبه از پیشانی تا منه و از نرمی گوش راست تا نرمی گوش چپ می شوید. بعد از آن 3 مراتبه دست راست سپس دست چپ را با آرنج می شوید. یعنی شستن آرنج هم داخل می شود. بعد از آن با این دستانی تر 1 مراتبه سرش را مسح می کشد. سپس با این دستانی تر 1 مراتبه با انگشتان خردی قسم داخلی گوش را تازه کرده با انگشتان کلان قسم بیرونی گوش را و با انگشتان باقی مانده گردن را مسح می کشد. سپس از انگشت خرد پای سر کرده 3 مراتبه پای راست و سپس پای چپ را تا بجولک می شوید. خود بجولک هم داخل می شود. همین طور طهارت را به آخر می رساند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند اگر کدام از شما طهارت کرده این عمل را بهتر به جا آورده و سپس می گوید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، یعنی شهادت می دهم که نیست خدای بجز الله و محمد رسول و بنده اوست، بر روی وی 8 در بهشت گشاده می شود و از کدام دری که می خواهد وارد بهشت می گردد. روایت ترمذی و ابو داود. خداوند در قرآن می فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید وقتی که شما به نمازخوانی شروع می کنید رویهای خود و دستان خود را تا آرین شویید، سر خود را مسح کشید، پایهای خود را تا بجولک شویید. سوره مائده آیت 6. از مضمون این آیت به ما معلوم گشت که فرضهای طهارت عبارت از 1. شستن روی، 1 بار شستن روی از جای سرشوی مویها در پیشانی تا زیر منه و از نرمی گوش راست تا نرمی گوش چپ. 2. شستن دستان، 1 بار شستن دستان تا آرنج. 3. مسح سر، 1 بار با دستی تر مسح کشیدن 4 سر. 4. شستن پایها، 1 بار شستن پایها تا بجولک ها. اینها اند فرضهای طهارت. سنت های طهارت کدام هایند؟ سنت های طهارت اینها می باشند: روی به سوی قبله نمودن در وقت طهارت، نیت و گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم، شستن دهان و بینی، شستن دندان ها با مسواک یا خمیره دندانشویی، مسح گوش ها و گردن، شستن عضوهای بدن 3 مراتبه، از طرف راست سر کرده شستن عضوها، رعایت کردن طرز ترتیب شستن. اینها می باشند سنت های طهارت. شکننده های طهارت کدام هایند؟ شکننده های طهارت این هایند: شکستن حاجت طبیعی، یعنی به حاجتخانه رفته قضای حاجت کردن، برآمدن باد، برآمدن خون، ریم و خونابه یعنی زرداب، خنده هنگام نماز که دیگران می شنوند،
خواب تکیه زده، بیهوشی، قی با پوری دهان، مستی، همه اینها شکننده های طهارت می باشند. نوا رو به یار و دوستانتان بفرستید تا کمی باشد هم از دین خود آگاه شوند. شکرگزاری میکنیم که نوارهای ما را تماشا میکنید. این را فراموش نکنید که دستگیری شما سبب پیشروی کانال است. پس به کانال آبونه شدن را فراموش نکنید. الان زیاده از 80% تماشابینان به کانال آبونه نشده اند. به کانال ما آبونه شوید چون دستگیری شما پیشروی ماست. نیت داریم انشاءالله تا ماه شریف رمضان اعضایان کانال را به 15,000 نفر رسانیم. پس به کانال آبونه شوید و دعا را در حق ما فراموش نکنید و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.